حکم گوشت قربانی برای مرده. قربانی برای اموات، برای مرده ها در جمعه گذشته تشریح داده بودم. گفته بودم که به نزد اهل سنت والجماعت به نیت ایصال ثواب قربانی میشه که یک کس به خاطر مرده های خودم قربانی بگیره. اعم از این که پدرش باشه، مادرش باشه، برادرش باشه، مامایش است، استادش است، پیرش است، صحابه میگیره، به امام صاحب میگیره، به دیگر ائمه میگیره، به انبیاء کرام میگیره، بالخصوص به محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میگیره. این جایز است، ثواب داره، برای آنها ثوابش میرسه، درجات آنها عالی میشه، از این خوشنود میشن، خوشحال میشن، بالکل جایز هست، هیچ مشکلی نداره. میمانه گپ گوشتشه. گوشت آن حیوانی که به خاطر مرده قربانی میشه مثل گوشت قربانی خود ما و شما وارث عام. یک جزئیه، یک فرق داره در اینجا. یک کسی زنده بود وصیت کرد به اولاد خود که بشتما قربانی بکنین. زمانی که در نتیجه وصیت اولاد به پشت والدین خود قربانی میکنن، در او صورت از این قربانی یا خوردن نمیتانن، یا خوردن نمیتن، این را باید کلش صدقه بتن. و اگر قربانی نفلی پشت مرده میکنن، از طرف آنها وصیت وجود نداره، به پیامبر علیه السلام، به صحابه، به دیگر بزرگا، به خاطر پدر، مادر، به خاطر دیگر اقارب خود قربانی میکنه که وصیت از طرف آنها نباشه، مثل قربانی خود ما شما واری خود ما هم خورده میتانیم، با دوستای خودم داده میتانیم و میمانی هم کرده میتانیم و به فقیره و به مسکین هم داده میتانیم. اجازه است. این گوشت قربانی مستحب ای هست، اجازه خو هست. گفتم که اصل در شریعت هدف ریختاندن خون هست، رضایت الله را به دست آوردن هست، امر الله و امر رسولش بجا آوردن هست. ای که باز گوشت است، مسئله گوشت دو اختیار داره که یک کس در اوایل اسلام مشکلات زیاد بود، پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم اعلان کرده بود که کس گوشت قاق کرده نمیتانه. باز دید که وسعت آمد، مشکلات حل شده رفت، بس اعلان کرد که علی اجازه است. یعنی اجازه هست، مشکل نداره که یک کس گوشتش قاق کنه. علی خو یخچال است، گوشت تازه نگاه میکنه، گوشت کلش در یخچال تخته کنه، مشکل نداره. خب مستحب ای هست، مستحب ای هست که قربانی را خب بخاطر گوشت نکردیم، بخاطر رضای الله کردیم. کار مستحب و کار خوب ای هست که 3 تقسیم شوه. فقها میگن گوشت قربانی چند تقسیم شوه؟ 3 تقسیم. یک حصه شب خود علاقو، یک حصه شب برای دوستا و برای میمانی دوستا و برای ازیاد، و یک حصه شب برای فقرا و برای مسکین آوتی. این بهتر است، مستحب است. قربانی مرده که وصیت نباشه، مثل قربانی خود ما و شما واری خود ما هم خورده میتانیم، به دیگر هم داده میتانیم، مشکل نداره.